سلام دوست عزیزم. الان وقتشه که آروم بشی، چشمهات رو ببندی و اجازه بدی ذهنت از شلوغی روز فاصله بگیره. اینجا جاییه که قصه ها آهسته قدم میزنن و خیال دستت رو میگیره تا به دنیایی آروم تر سفر کنی. پس نفس عمیق بکش و بذار این داستان تو رو به آرامشی عمیق و خوابی شیرین نزدیک کنه. و اگر از شنیدن این مدل داستان ها خوشتون میاد، خوشحال میشم کانال رو سابسکرایب کنید، نظرهای زیباتون رو کامنت و لایک رو هم فراموش نکنید. بریم سراغ داستان. سالها پیش پادشاهی در ایران زندگی میکرد. روزی پادشاه خود را در آینه نگاه کرد. برف پیری بر مو و ریشش نشسته بود. پادشاه خیلی ناراحت شد. وزیر گفت: قربان، چرا ناراحت هستید؟ پادشاه جواب داد: 50 سال عمر کردم. برف پیری بر سر و رویم نشسته و هنوز فرزندی ندارم. در همان وقت درویشی که در آنجا بود حرفهای آنها را شنید. درویش گفت: قصه نخورید. من کاری میکنم که پادشاه صاحب فرزند شود، به شرطی که اگر دختر بود آن را به من بدهید، اگر پسر بود باید وقتی به سن 14 سالگی رسید 1 سال پیش من بماند. پادشاه فکری کرد و گفت: این کار خوبی نیست که شاهزاده خانم را به درویش بدهیم که او را به گدایی وادارد. نه، هرگز این کار را نخواهیم کرد. وزیر به نجوا به پادشاه گفت: قربان، درویش را آزاد بگذارید هر کاری میتواند بکند تا اعلیحضرت صاحب فرزند شود. اگر دختر بود مقداری پول به درویش میدهیم. پادشاه قبول کرد. درویش دست در جیبش کرد و سیبی درآورد و به پادشاه داد و گفت: نیمی از این سیب را بخور و نیمی دیگر را هم به ملکه بدهید. حالا مرخص می شوم. سال دیگر همین موقع می آیم. پادشاه نیمی از سیب را خود خورد و نیمی از آن را به ملکه داد. بعد از 9 ماه و 9 روز و 9 ساعت و 9 دقیقه خدا پسری به پادشاه داد که اسمش را فریدون گذاشتن. وزیر دست راست به پیش خدمت ها گفت: اگر درویش آمد به او بگویید خدا پسری به پادشاه داد اما بچه مرد. 1 سال گذشت. درویش آمد و سراغ بچه را گرفت. وزیر و همه پیش خدمت ها گفتن بچه دنیا آمد ولی مرد. درویش خندید و گفت: به من دروغ نگویید. من میدانم پادشاه صاحب پسری شده و نامش را شاهزاده فریدون گذاشته است و صحیح و سالم است. من میروم. من در فلان کاروانسرا هستم. اگر خواستید مرا پیدا کنید آنجا هستم. خدا حافظ. و بعد رفت. از همان ساعتی که درویش از قصر بیرون رفت فریدون بیمار شد. هرچه حکیم آوردن فایده‌ای نداشت. همه نگران بودند.
پادشاه با عصبانیت به وزیر گفت تقصیر توست. چرا به درویش دروغ گفتی؟ مگر نمیدانی اینها مرد خدا هستند؟ هرچه بخواهند خدا به آنها میدهد. فوراً برو درویش را بیاور. وزیر شتابان به همان کاروانسرا رفت. وقتی رسید درویش مشغول عبادت بود. وزیر صبر کرد تا عبادت درویش تمام شد و گفت درویش زود بیا، شاهزاده فریدون بیمار است. بیا دعایی برایش بده تا حالش خوب شود. درویش گفت چه دعایی بدهم؟ خدا می دهد و خدا می گیرد. در هر صورت تا خود پادشاه اینجا نیاید من تکان نمی خورم. با شنیدن این سخنان وزیر رنگ باخت و گفت درویش چطور پادشاه به این کاروان سرا بیاید؟ من وزیر پادشاه هستم. از تو خواهش میکنم همین الان بیایید. درویش سری تکان داد و گفت شما وزیر دست راست پادشاه هستید، اما تا پادشاه نیاید من از کاروانسرا بیرون نمیآیم. وزیر ناچار به قصر برگشت و ماجرا را برای پادشاه تعریف کرد. حال فریدون بدتر شده بود. پادشاه که خیلی بچه را دوست داشت پریشان راه افتاد و به کاروانسرا رفت. وقتی به آنجا رسید دید درویش باز مشغول به عبادت است. پادشاه و وزیر صبر کردند تا عبادت درویش تمام شود. بعد از درویش خواهش کردند بچه را شفا بدهد. درویش به پادشاه گفت قصه نخورید. من الان از خدا میخواهم که بچه شما را شفا بدهد. درویش رو به قبله ایستاد و گفت خدایا من از تو میخواهم شاهزاده را شفا بدهی. بعد از دعا درویش و پادشاه و وزیر راه افتادند و به قصر رفتند. درویش در راه به پادشاه گفت مطمئنم خداوند شاهزاده را شفا داده است. تا ما به قصر برسیم حال بچه کاملا خوب شده است. همین که پادشاه و درویش به قصر رسیدن دیدن واقعا حال بچه خوب شده است. پادشاه گفت ای درویش خدا را شکر کنم یا از تو متشکر باشم؟ درویش پاسخ داد ای پادشاه برو خدا را شکر کن چون او پسرت را شفا داده است. مرد خدا به مال دنیا اعتنا ندارد. هرچه بخواهد خدا به او میدهد. حالا قنداق فریدون را بدهید من ببینم. پادشاه قنداق فریدون را به درویش داد. درویش پیشانی فریدون را بوسید و گفت ای نور چشم من از خدا خواستم 100 سال به تو عمر بدهد. اگر پدرت اجازه بدهد تو 100 سال عمر میکنی. وقتی پادشاه این حرف درویش را شنید به درویش گفت به خدا قسم هرچه بگویی میشنوم و انجام میدم. درویش گفت ای پادشاه وقتی این پسر 14 ساله شد من میایم او را ببینم. اگر او را به من نشان ندهید او خواهد مرد. وقتی آمدم بچه را به من نشان دهید. من سر وقت میایم.
پادشاه قسم خورد که چنین کاری را انجام بدهد که درویش گفته. درویش پیشانی فریدون را بوسید و گفت خدا حافظ. سر 14 سال همین موقع می آیم. فریدون روز به روز زیباتر می شد تا اینکه به سن 14 سالگی رسید. 14 سال گذشت. پادشاه و وزیران در قصر بودند و فریدون هم حضور داشت. در این هنگام یک مرتبه درویش سر رسید و گفت ای پادشاه، حالا پسرت باید 1 سال پیش من بماند. با شنیدن این سخنان پادشاه نگران شد و به لرزه افتاد. فریدون گفت پدر جان، این درویش چه میگوید؟ شما چرا آنقدر نگران شدید؟ پادشاه به فریدون گفت تو از من جدا میشوی. من به این درویش قول دادم که تو 1 سال پیش او میمانی. بعد پادشاه تمام ماجرا را برای پسرش گفت. فریدون کمی فکر کرد و گفت البته اگر شما نخواهید درویش نمیتواند مرا ببرد. درویش به فریدون گفت آفرین، درست گفتی. تو باید با رضایت همراه من بیایی. پادشاه گفت من مطمئنم فریدون دلش نمی آید دنبال درویش به بیابان برود. درویش به پادشاه گفت من 3 شب همینجا میمانم. اگر بعد از 3 شب شاهزاده خواست همراه من بیاید او را میبرم. اگر دلش نخواست خودم تنها میروم. پادشاه دستور داد اتاقی برای درویش حاضر کنند. بعد فریدون به پدرش گفت اجازه بدهید کمی با درویش صحبت کنم. پدر فریدون گفت البته، برو پیش درویش و با او حرف بزن. به این ترتیب شاهزاده فریدون به اتاق درویش رفت. سلام کرد و گفت تو هم مثل پدر من هستی. قصه‌ای برایم بگو تا مشغول شوم. درویش لبخندی زد و گفت ای شاهزاده، پادشاه چین و ماچین دختری دارد بسیار زیبا. پسرهای پادشاهان زیادی آمدن که این دختر را بگیرند، اما دختر راضی نمی شود. اما یاسمن یک ناخوشی عجیبی دارد که کسی نمی تواند او را درمان کند. یاسمن اسم دختر پادشاه چین و ماچین است. شاهزاده فریدون گفت اگر عکس این دختر را داری به من نشان بده. درویش گفت عکس یاسمن همراه من است، اما میترسم اگر عکس او را ببینی از عشق آن دختر بیقرار و بیمار شوی. فریدون گفت عکس یاسمن را نشانم بده. درویش از جیبش عکس شاهزاده خانم چین را درآورد و به فریدون داد. همین که فریدون چشمش به عکس شاهزاده خانم چین افتاد از هوش رفت. درویش آب به صورت فریدون پاشید و دست و پایش را مالش داد و فریدون به هوش آمد. درویش گفت پسر جان، اگر تو برای عکس شاهزاده خانم چین از هوش می روی، پس خود دختر را ببینی چه می کنی؟ فریدون با التماس گفت
همین حالا برویم تا من یاسمن را ببینم. درویش گفت همین کار را میکنم، چون فکر میکنم فقط تو میتوانی دختر را شفا دهی. فریدون از درویش پرسید حالا چه کار باید انجام بدهم؟ درویش پاسخ داد هیچی. فردا صبح وقتی پادشاه آمد بگو من باید با درویش بروم. اگر اجازه ندهید خودم را میکشم. صبح روز بعد درویش آمد با پادشاه و وزیران خداحافظی کند. فریدون دست درویش را گرفت و گفت من هم همراه تو می آیم. ممکن نیست، باید مرا هم ببری. وزیرها با التماس گفتند ای شاهزاده، تو 2 روز دیگر پادشاه می شوی. چرا همراه درویش می روی؟ مگر می خواهی درویش بشوی؟ اما فریدون اصرار کرد و گفت باید بروم. من دست از دامان این مرد خدا بر نمی دارم. پادشاه و وزیرها وقتی دیدن چاره‌ای نیست و شاهزاده فریدون دست بر نمی دارد به درویش گفتند خواهش میکنیم مواظب شاهزاده باشی. غذایش خوب باشد، جای راحت بخوابد. خدا نگهدار هر دویتان باشد. درویش گفت ای پادشاه، درست است که تو پدر شاهزاده فریدون هستی، اما من هم حق پدری به گردن او دارم. من بودم که سیب را دادم او به دنیا آمد. من بودم که دعا کردم خوب شد. حالا هم مطمئن باش وقتی فریدون با من باشد در امن و امان است. خیالت راحت باشد. بعد درویش و شاهزاده از قصر پادشاه بیرون آمدند و به کاروانسرا رفتند. در آنجا درویش لباس شاهزادگی را از تن فریدون درآورد و لباس درویشی تنش کرد. کشکولی به دستش داد و تاج درویشی هم سرش گذاشت. بعد درویش چند شعر به او یاد داد که بخواند. نزدیکی های ظهر درویش و فریدون وسط بازار آمدند. درویش به فریدون گفت میخواهم ببینم در شهر خودت چطور آواز درویشی میخوانی. بعد درویش 1 بیت شعر خواند و فریدون 1 بیت جوابش را داد. اما آنقدر فریدون خوب خواند که مردم بازار مشت مشت پول و طلا و جواهر در کشکول فریدون ریختند. بعد درویش راه افتاد. فریدون هم دنبالش راه افتاد. اما مردم همینطور پشت سر آنها می آمد. هر وقت درویش و فریدون غزل می خواندند، کشکول فریدون و درویش پر از طلا و پول و جواهر می شد. فریدون به درویش گفت اگر 3 روز در این شهر باشیم به قدر خزانه 1 پادشاه پول در می آوریم. درویش گفت پسرم، ما به پول احتیاجی نداریم. هرچه قسمت باشد خدا می رساند. شب شد. درویش و فریدون از شهر بیرون آمدند. رفتن تا عاقبت به سرزمین چین رسیدند. درویش به فریدون گفت از این به بعد هر چه در بیاوریم نصفش مال من و نصفش مال تو. فریدون قبول کرد و با درویش در سرزمین چین گردش کرد تا اینکه به پایتخت چین رسیدند. اینجا
هر روز درویش و فریدون در بازار راه می افتادند و شعر و غزل می خواندند و پول جمع می کردند. مردم پایتخت هم از این درویش و بچه درویش غافل نمی شدند. همه جا دنبالشان بودند و به آوازشان گوش می دادند. چند روز به این ترتیب گذشت. به پادشاه چین خبر رسید که درویش و بچه درویشی در شهر معرکه می کنند. مردم هم دنبال آنها راه می افتند و از صدای آنها لذت می برند. پادشاه چین به وزیرش گفت این درویش و بچه درویش را بیاورید ببینم چطور می خوانند. وقتی درویش و فریدون وارد قصر پادشاه شدند، شاهزاده خانم یاسمن پشت پرده نشسته بود و تماشا می کرد. او همه را می دید اما مردم او را نمی دیدند. وقتی شاهزاده یاسمن فریدون را دید، دل به او داد و آهی کشید و افتاد و از هوش رفت. شاهزاده خانم را از پشت پرده بلند کردند و به تخت خواب بردند. آب به صورتش پاشیدند تا هوش آمد. یاسمن از عشق فریدون نه غذا می‌خورد نه خوابش می‌برد و مثل دیوانه ها گریه می‌کرد. وقتی پادشاه دید حال یاسمن بدتر از قبل شد، تمام حکیم‌ها را جمع کرد که یاسمن را درمان کنند. اما همه حکیم‌ها گفتند ما از درمان او عاجزیم. کاری از دست ما بر نمی آید. یک روز صبح وقتی درویش و فریدون به بازار آمدن، دیدن همه مردم سیاه پوشیدن. پرسیدن چه اتفاقی افتاده؟ چرا مردم سیاه پوشیدن؟ مردم گفتن شاهزاده خانم سخت بیمار است و هیچ کس نمی تواند او را درمان کند. درویش به همراه فریدون به قصر رفت و گفت من آمدم او را درمان کنم. اجازه بدهید او را ببینم. وزیرها خیلی خوشحال شدند و درویش پیر را به اتاق خواب شاهزاده خانم بردند. درویش دید دست و پای یاسمن را با زنجیر به تخت بستند که مبادا خودش را بکشد. اما همین که یاسمن درویش را دید، خود را تکان داد و با ضربه ای زنجیرها را پاره کرد. پرستارها و کنیزها فرار کردند و فریاد زدند که ای وای، یاسمن درویش را می‌کشد. اما شاهزاده خانم از تخت خواب پایین آمد و دامن درویش را بوسید. درویش گفت دختر جان چه دردی داری؟ دختر گفت پدر، من از عشق پسر تو دیوانه شدم. اگر او از این شهر برود یا من خودم را میکشم یا از غصه میمیرم. درویش به یاسمن گفت دختر جان آرام باش. الان پیش پادشاه میروم و کاری میکنم که تو به وصال معشوق برسی. اما باید هر کاری میگویم انجام دهی. درویش از اتاق خواب دختر بیرون آمد و نزد پادشاه رفت و گفت درمان دختر تو در دست من است. اگر او را درمان کردم باید او را به پسرم بدهی. اگر نتوانستم گردن مرا بزن. پادشاه گفت درویش پسر تو جوان زیبایی است. حیف است بی پدر شود. درویش گفت شرطش همین است که گفتم. باید پسر من داماد تو باشد یا دخترت به زودی میمیرد.
وزیرها گفتند قربان، شاهزاده خانم در حال مرگ است. اجازه بدهید درویش او را درمان کند. می ترسیم کمی دیر شود و دختر از دست برود. اگر دختر خوب شد می توانید بچه درویش را وزیر خود کنید تا دیگر بچه درویش نباشد. پادشاه چاره‌ای ندید جز اینکه شرط درویش را قبول کند. درویش یک استکان شربت بیدمشک درست کرد و به یاسمن داد. بعد رو به پرستارها کرد و گفت وقتی یاسمن شربت بیدمشک را خورد گرسنه می شود. اگر غذا خواست کمی آش جوجه به او بدهید. پادشاه با خود خیال می کرد که درویش دیوانه شده است و خنده ای سر داد. درویش گفت اگر دختر شما خوب شد با پسر من عروسی می کند. اگر خوب نشد سر مرا بزن. بعد درویش فریدون را برداشت و به اتاق یاسمن برد. یاسمن همانطور روی تخت خواب افتاده بود. درویش به شاهزاده خانم گفت عزیزم، من قول دادم که تو 3 روز خوب شوی. فهمیدی چه گفتم؟ شاهزاده خانم گفت ای پدرجان، اول باید پسرت را ببینم. همون موقع درویش به فریدون اشاره کرد که جلوی تخت خواب یاسمن برود. همین که چشم یاسمن به فریدون افتاد فریاد زد و از هوش رفت و خود را در بغل درویش انداخت. پرستارها و کلفتها فریاد زدند که شاهزاده خانم از هوش رفت. درویش گفت فریاد راه نیندازید. الان حبه‌ای به او میدهم. حالش بهتر می شود. بعد حبه‌ای از جیبش در آورد و به یاسمن داد. یاسمن فوری به هوش آمد. درویش به یاسمن گفت دختر جان، کار من تمام است. من از پادشاه قول گرفتم که تو را به فریدون بدم. یاسمن گفت خیالت راحت باشد. تمام نگرانیم آن بود که فریدون را از دست بدم. بعد فریدون و درویش از قصر پادشاه بیرون آمدند تا پادشاه بیاید و دخترش را ببیند. اما آنقدر حال یاسمن خوب شده بود که خودش به دیدن پادشاه رفت. وقتی پادشاه دید یاسمن حالش خوب شده از تخت پایین آمد و یاسمن را در آغوش گرفت و گفت یاسمن جان، خدا را شکر که تو خوب شدی. اما دختر جان بگو ببینم چه حبه‌ای درویش به تو داد که به این زودی خوب شدی؟ یاسمن گفت راستش خودم هم نمیفهمم چه شد. اما همین که غش کردم و درویش آن حبه و آن شربت بیدمشک را به من داد خوب شدم. پادشاه گفت دختر جان، من خبر بدی برایت دارم. من به درویش قول دادم که تو خوب شدی تو را به بچه درویش بدم. یاسمن به پدرش گفت راستی هم چه وعده‌ای داده اید. درست است که پسر درویش است اما مثل یک شاهزاده حرکت می کند. آنقدر زیباست که به بچه درویش شباهتی ندارد. او حتما شاهزاده است. فردای آن روز درویش و فریدون آمدند که پادشاه را ببینند. پادشاه فوری آنها را خواست و گفت چه کاری دارید؟ درویش گفت ای پادشاه، تو به من قول دادی که اگر دخترت را درمان کنم
او را به پسرم بدهی. حالا آماده‌ام که دخترت را بدهم. پادشاه چین گفت درویش جان، من سر حرف خودم ایستادم، دخترم را به پسر تو میدهم، اما از این ناراحتم که دخترم با یک بچه درویش عروسی کند. وقتی فریدون سخنان پادشاه را شنید از خجالت رنگ باخت. ناگهان فریاد زد ای پادشاه چین، اگر راستش را بخواهی من بچه درویش نیستم، من شاهزاده ایران هستم. بعد فریدون دست در جیب کرد. مهر پادشاه ایران را که همراه خودش آورده بود به پادشاه چین نشان داد. پادشاه چین وقتی فهمید که شاهزاده ایران شوهر یاسمن می شود خیلی خوشحال شد، اما رو به درویش کرد و گفت درویش، دختر من بیماری دیگری نیز دارد. تا حالا 2 شاهزاده به خواستگاری او آمدند، اما همین که صحبت نامزدی پیش آمده و شاهزاده و داماد روبروی عروس نشسته و عروس یک نظر به صورت داماد انداخته، فوری داماد از هوش رفته و مرده است و 2 تا شاهزاده همینطور جان دادن. میترسم این دفعه نیز همان اتفاق بیفتد. پادشاه دیگر حرفی نزد. دستور داد 7 شبانه روز شهر را آذین ببندند، جشن بگیرند و عروس و داماد را دست به دست هم بدن. شب عروسی درویش به فریدون گفت پسر جان، مواظب باش صورتت را به صورت یاسمن نزدیک نکنی، چون نفس یاسمن زهر است. به نفس هر کس برسد او را می کشد. فریدون به درویش گفت پدر جان، آخر چه؟ باید فکری اساسی کرد. درویش به فریدون گفت عزیزم، مطمئن باش من به موقع یاسمن را درمان خواهم کرد. بعد از 3 روز درویش نزد پادشاه چین آمد و گفت اجازه بدهید من و عروس و داماد به ایران برویم. پادشاه اگرچه از فراق دخترش ناراحت بود، اما ناچار اجازه داد و خود با تمام وزیرها و بزرگان قدری از راه بدرقه رفتند. به این ترتیب درویش، دختر و فریدون به سوی ایران آمدند و همین که به آخر سرحد چین رسیدن، درویش دستور داد قافله همانجا بار بیاندازد. درویش گفت فریدون، اینجا صحراست. یادت میآید وقتی از این صحرا رد می شدیم تو با من عهد بستی و قرار گذاشتی که هرچه در بیاوریم بین خودمان نصف کنیم، نصف مال من باشد، نصف مال تو. حالا بیا هرچه داریم در آوریم و نصف کنیم. فریدون گفت آری، یادم هست. بعد تمام جواهرها، پولها و سوغاتیها را تقسیم کردند. جهاز یاسمن را هم تقسیم کردند. نصفی درویش برداشت و نصفی هم مال فریدون. آن وقت درویش گفت فریدون، حالا نوبت یاسمن رسیده. باید با شمشیر او را به 2 نیم کنیم. نیمی را تو بردار، نیمی را من. فریدون از ترس رنگ باخت و گفت این دیگر چه حرفی است؟ اگر یاسمن را به 2 نیم کنیم او زنده نمی ماند.
تمام داراییم را به تو می دهم و از یاسمن بگذر. درویش گفت اولا من به پول و جواهر نیاز ندارم. وانگهی من نمی توانم از قول خودم برگردم. باید یاسمن را با شمشیر 2 نیم کنیم. نیمی را من برمی دارم و نیمی هم مال تو باشد. فریدون گفت بابا من از حق خودم گذشتم. یاسمن مال تو، او را 2 نیم نکن، بگذار زنده بماند. درویش گفت اصلا از حرفم بر نمی گردم. باید یاسمن 2 تیکه شود. نیمی را من بردارم و نیمی هم مال تو باشد. حالا نگاه کن. همان نزدیکی های چادر فریدون و یاسمن 2 درخت نزدیک هم بود. درویش 1 پای یاسمن را با طناب به این درخت بست و 1 پای دیگرش را با طناب به آن یکی و تبر به دست جلو رفت تا یاسمن را 2 نیم کند. همان موقع عقربی از دهان یاسمن بیرون آمد. درویش با تبر آن عقرب را کشت. بعد دوباره تبر را بالا برد که یاسمن را 2 شقه کند. این دفعه 1 مار کوچک از دهان یاسمن درآمد. درویش با تبر آن مار را هم کشت. دفعه 3 درویش تبر را بالا برد که یاسمن را 2 نیم کند. این بار یاسمن عطسه کرد و چیزی از دهانش در نیامد. درویش طناب‌ها را از پای یاسمن باز کرد و به فریدون گفت زود همانجا وسط صحرا توشک بیاندازد. درویش یاسمن را بر روی توشک گذاشت و گفت تا 3 روز هیچ کس نزدیک یاسمن نرود. به این ترتیب یاسمن 3 روز و 3 شب روی توشک افتاده بود. روز 4 درویش یاسمن را بلند کرد و او را به دست فریدون داد و گفت ناچار بودم اینطور یاسمن را بترسانم تا مار را بیرون بیاندازد. حالا آماده رفتن شویم. قافله درویش و فریدون و یاسمن به راه افتادند. رفتن تا اینکه نزدیک پایتخت رسیدند. بعد برای پادشاه ایران پیغام دادند پسرت فریدون با شاهزاده خانم چین آمده. پادشاه پیر از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید و با همه بزرگان و وزیران به پیشواز آمد و دستور داد 7 شبانه روز شهر را آذین ببندند و جشن بگیرند و دوباره بساط عروسی راه بیاندازند و فریدون و یاسمن را دست به دست بدن. بعد از جشن عروسی درویش نزد پادشاه ایران رفت و گفت قربان من قول دادم بعد از 1 سال فریدون را پیش شما برمیگردانم. امروز سر 1 سال است. فریدون و همسرش اینجا هستند. حالا من میروم و سهم خود را از پولها و جواهرها به فریدون و همسرش میبخشم. درویش این سخنان را گفت و فوری از قصر بیرون آمد و هیچ کس دیگر درویش را ندید و فریدون و یاسمن تا آخر عمر به خوبی و خوشی در کنار یکدیگر روزگار گذراندند. قصه ما هم به سر رسید. ممنونم که تا آخر این قصه کنارم بودی. امیدوارم قلبت کمی سبکتر شده باشه و چشمهات آماده یک خواب شیرین باشن. فعلا خداحافظ.
تا وقتی دوباره با هم به دنیای داستان‌ها سفر کنیم و امیدوارم خوابت رفته باشه و آخر داستان رو نشنوی. شبتون